استاد بعد از شما یک مصلحت و یک دعا بگیم که میخوایم درباره نشد دیم زن. یعنی همین صحبت شما رو بسیار گوش میکنیم. ما در شهر غریبی هستیم. یعنی خودتون میدونه که بزنی چه مشکل است. سبحان الله. یک دو برادرها خواهش کردن که مقصد برای دیم زن گفته استاد پرسیده که ما دعا کند، چون که دیم زن هم گرفتن مشکل است. یعنی شاورید ما نه اونقدر خوب است. شما چی توصیه میتید ما برای همین دیم زن کوشش کنیم در همین شهرهای مهاجرت یا که نکنیم برای یکم زن داشته باشید، کوشش کنید یکم زن بیارید، برای آنکه این خیلی نه که وای زن در اونجا ضایع باشد و شما در اینجا دویم زن گیرید و بعد فقط جنگ و جنجال کتی گردید. البته دویم زن گرفتن این به آدمی که اداره کرده میتوند این بهتر است، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک زنه نبودند و هر چیزی که الله تعالی برای پیغمبرش انتخاب کرد و بهترینش است. مثلا پیامبر صلی الله علیه وسلم حتی در خوردن و نوشیدن چه خیلی میخوردن چه خیلی می نوشیدن، الله تعالی بهترین چیزها رو انتخاب کرده است برایشون. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک زنه نبودن و الله تعالی هم در قرآن کریم گفت که شما 2 زن گیرید یا 3 زن گیرید یا 4 زن گیرید، اگر نتوانستید پس یک زن گیرید. یعنی از عدالت فإن خفتم الا تعدلوا، اگر از عدالت ترسید پس فواحدتن، پس یک تا گیرید. این مثالش چخیل؟ نماز رو خسته خوان، اگر نتوانی نشسته خوان، اگر نتوانی پس با پهلوی تکیه زده خوان. یعنی اصل باید خسته خوانی، نتوانی باید نشسته میخونی. الله تعالی میگه 2 زنه باش، 3 زنه باش، 4 زنه باش، نتوانی یک زن گیر. فهمیده؟ اصل باید 2 زن. بنابراین در صحیح بخاری آمده است که ابن عباس رضی الله عنه گفتند تزوجوا، خاندار شوید، فإن خیر هذه الامه اکثرها نساء، چون بهترین این امت سیرزنه بودند، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم. لیکن عدالت هم یعنی شرطش است و کسی عدالت نمی کند روز قیامت می بیاید یک طرفش شل، نصفش کار نمی کند، یا اینکه نصفش کجله کج و نصفه مائل، نعوذ بالله، یا طرفش مائل است. وقت ظلم میکنید، دویم زن میگیرید، بعد جنگ جنجال میشد، حقارت، دشنام زدن، ظلم، همین خیلی چیزا میشد، بعد گناهکار میشید. و از یک طرف حقوقی خاصتا اگر شرایطی وسیع نداشته باشید حقوقی یکتاش پایمال میشه، چون که مبلغتون به 2 عائله نمیره. اصلا باید توکل به الله تعالی، دلی وسیع، شجاعت، ناترسی، این چیزا باشد. بنده توکل به الله میگیرد، دلی وسیع داشته باشید و عدالت کرده تانید، خوب است. برداشت کرده تانید حقارت و دشنامه رو، یعنی تیار شدن نکرده، هیچ گپی ندارد. لیکن این خیلی نه که زن در تاجیکستان اونجا خار باشد. ممکنه که زن در اونجا خاصتا بچه‌هایی که نو زن میگیرن 3 روز زندگی رو پرتافته میرن، همین که کلینچه که به پدر و مادر ظلمی قینوی و خوشنامن و ظلمی خسور و این کارا نادرست است. یعنی اویلی خودتون بیارید اول، چون که باید هم حق دارد. بعد اگر با امکانیت باشد بگیرید، لیکن حقی و اساسی وای نیده، اساسی پایمال کردن حقوقی وای نه. این چیزای نظر بگیرید امور رو، چون که اکثر آدمایی که دویم زن میگیرد بعد شکایت سر میشه، یا اینش شکایت میاد یا اونش، یا حقوقش نمیتید، بعد انا جنگ و جنجال و بعد طلاق میتید. بعد طلاق دادن با پشیمون میشد، با روایت گفته میگردد. بنابراین برادرها بینید اگر حاجت نداشته باشید به دویم زن، اول یکم زن تامین کنید، خاصتا در غریبی. استاد مسئله بسیار جدی است گفتنی. هم خیلی فهمیدیم که مسئله بسیار جدی است. یعنی بله خوب مصلحت کردم. نه استاد خیلی که خیر کردید. بله نیت ما الحمدلله خالص است. یعنی ما حالا
نمیدونیم که همین کار چه خیلی میشود، چون که ما بر این کار اولشیدگی نیست در ما. یعنی نیتی ما خالص است، یعنی از برای بگیم که هم ثواب هم از برای از زنا دور شدن است. نیت مهم است که استاد ما یعنی یگان بای نیستیم حاضر خاصتا یا آدمای سومدار دیم زن میگیریم، آدمای یعنی فاسق زیناکار که به فریب میگیرن دخترها را. همین خیلی آدما بسیار دیم زن دارن. یعنی با این خیلی آدمای بگیم که شرایطشون میانه، یعنی بسیار مشکل است زن یافتن که فریب نکند یا که همخیل. نه که نیتی ما استاد خالص است. یعنی اگر ما یگان تا سما 25 نگفتی رسو یا گیریم همین جایزه است. بعضی میگن که تو چه خیلی از شریعت گپ میزنی، ما میگو که زنی سما 25 نی خیلی میگو که یگان زنی که در اون شوهر در کار باشد اخی همون خیلیش هم میکن مقصد فریب نمیکنم. همین خیلی جایزه است استاد برای من. خیلی را گفتن گرفتن. خیلی خزان یاوید گیریدو اجازت از هیچ گپی نداره. مثلا خانه دارد، پول دارد و با شما رو میگیرد، مثلا هیچ گپی نداره. شرایطتان بله نباشد این استاد. خیلی شنیده. استاد الله جزای خیرتون تیم جاشه بدلی ما گپ زدین که خب